نظافتچی ساختمان یک زن جوان است که هر هفته همراه دخترک 4-5 سالش می آید. امروز درست جلوی واحد ما صدای تی کشیدنش قاطی شده بود با گپ زدنش با بچه. پاورچین بی صدا و کاملا فضول رفتم پشت چشمی در. بچه را نشانده بود روی یک تکه موکت روی اولین پله. بچه می گفت بعد از اینجا کجا میریم؟ مادر گفت امروز دیگه هیچ جا، شنبه ها روز خاله بازیه. کمی بعد بچه میپرسد فردا کجا میریم؟ مامان با ذوق جواب میدهد فردا صبح میریم اونجا که یه بار من رو پله های سر خوردم. بچه از خنده ریسه میرود. نمیدانم ساختمان بستنی چیست، ولی در ادامه از ساختمان پاستیل و چوب شور هم حرف میزنم. بعد بچه یک مورچه پیدا میکند. دوتایی مورچه را هدایت میکنن روی یک تکه کاغذ و توی یک گلدان توی راه پله پیادهش میکنند که بره پیش بچه هاش و بگه منو یه دختر مهربون نجات داد تا زیر پا نمونم. اضافت طبقه ما تمام میشود. دست هم را میگیرند و همینطور که میروند طبقه پایین درباره آن دفعه حرف میزنند که توی آسانسور ساختمان بادام زمینی گیر افتاده بودند. مزه این مادرانگی کامم را شیرین میکنه. مادرانگی که به زاییدن و سیر کردن و پوشاندن خلاصه نشد. مادر بودن که به مهد کودک 2 زبانه و لباس مارک و کتاب ضد آب و برشتوک عسل و بادام نیست. ساختن دنیای زیبا وسط زشتی هاست که از مادر میسازه.